داستان کل تاجیکستان روز 7 آگوست سال 2023 درباره در ترکیه بازداشت و به تاجیکستان آورده شدن باز یک عضو گروه دلشاد کراسافچک خبر داد. در اطلاعیه مرکز مطبوعات داستان کل چنین گفته می شود در نتیجه گذراندن عملیات های فوری تفتیشاتی مقامات حفظ حقوق کشور، اعضای دیگر گروه متشکل جنایتی مربوط به ربودن و کشتار معاون اول رهبر آریان بانک اسمت الله شورت عبدغفورویچ شهروند سفروف بختاور نظرویچ سال تولدش 1995 که قبلا برای صادر نمودن معاملات غیر قانونی با واسطه های نشدار محکوم شده است، در حدود جمهوری ترکیه دستگیر و به جمهوری تاجیکستان انتقال داد. نامبرده یک روز پس از صادر نمودن جنایت 24 ایون سال 2023 توسط کشورهای همسایه به جمهوری ترکیه فرار نموده بود. داستانی کل افزود که تا امروز در دایره تفتیش پرونده جنایتی شخصیت رابر و 15 عضو گروه متشکل جنایتی معین و 13 نفر آنها دستگیر و به حبس گرفته شدند. عملیات فوری تفتیشاتی مقامات حفظ حقوق کشور برای دریافت و جوابگری کشیدن اعضای باقی مانده گروه متشکل جنایتی ادامه دارد. گفته می شود در پایان اطلاعیه دادستانی کل قبلا گفته بود که رهبر گروه جنایتی را که شورت اسمت الله ربود، دلشاد سید مرادوف معروف با لقب دلشاد اسبه و دلشاد کراسافچک یک کارمند سابق مقامات حفظ حقوق تاجیکستان بر عهده داشت. او و یک شریکش به اطلاع داستانی بعد ربودن اسمت الله به روسیه فرار کردند. به اطلاع منبع پایگاه خبری بامداد، دلشاد کراسافچک و چند شریکش در یکی از پایگاه‌های شرکت حربی چویکا واگنر در قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده اوکراین پنهان شده است. مقامات تفتیشاتی تا حال درباره ایز واگنر در قضیه ربودن و کشتن بانکدار معروف تاجیک چیزی نمیگویند. این در حالی است که با گذشت اینک 1.5 ماه از ربودن و کشتار معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت الله تا حال جسد او را پیدا نکردند.